امروز میخوایم با همدیگه یه ترش لیته خونگی درست کنیم. برای درست کردن ترش لیته ما به نیم کیلو بادمجون، نیم کیلو گل کلم، نیم کیلو هویج، 200 گرم فلفل قرمه، 100 گرم سیر آماده کردیم، 3 قاشق رب گرجه، 1 لیتر سرکه. حالا اینا شما هر طوری که مایلید میتونید خرد کنید آماده کنید. ما الان با خرد کنین آماده میکنیم. بادمجونامون رو میریزیم داخل خردکن. نمیخواد پوست بادمجونا رو هم بگیرید، همین که میتونید با دست هم ریز خرد کنید. حالا اینجوری ما به خاطر سریعتر شدن کارمون خب الان بادمجون ما آماده است. بادمجون رو میریزیم داخل یه ظرف. سعی کنید جدا جدا هر هویج با هم دیگه تو آسیاب نریزید، چون خوب خورد نمیشه. الان هویجامون رو میریزیم، سیرم میریزیم داخل هویجامون که با هم دیگه آماده بشه. هویج و سیرم با خردکن خردش میکنیم، آماده میکنیم. حالا میذاریم فلفل قلمی، خب اینو در دستگاهمون رو میذاریم. فلفل قلمی ها رو خردش میکنیم. حالا من یه خورده سریعتر یه خوردش رو آماده میکنم که تا فیلممون زیاد طولانی نشه. گل کلمانم با این فلفل قلمی هامون میریزیم. تا اینو آمادهش کنیم بقیه وسایل هم به همین شکل با خردکن آماده میکنیم. ما بقیه وسایل هم همینجوری با خردکن آماده میکنیم. حالا ما برای نمونه همینایی که آماده کردیم و درستش میکنیم. الان شما باید ادویه زردچوبه و نمک به اضافه رب گرجه و سرکه رو اضافهش کنید. بعد بذارید حدود 10 دقیقه روی گاز تا جوش بیاد. بعد 2 روز توی دمای آشپزخونه نگهداری کنید و بعد میل کنید.
حتما بعد از 2 روز از اینکه 3 قاشق روغن بهش اضافه میکنیم. ما سرکمون هم تقریبا نصف این ظرف. شما وقتی ریختید داخل یه قابلمه میتونین خوب همش بزنین و بذارید جوش بیاد. بعد 2 روز توی دمای آشپزخونه. اگه خوشتون اومد لایک کنید، کامنت بذارید تا ما هم رویه بگیریم. هر آموزشی ترفندی میدونید توی کامنت ها بگید تا ما هم با بقیه به اشتراک بذاریم. خب اینو به مدت 10 دقیقه میذاریم روی شعله گاز تا جوش بیاد. بعد 2 روز توی دمای آشپزخونه نگهداری میکنیم و بعد میتونید استفاده